آخرون همین tavsiye میدادید برای که هیچ یعنی که پگایو سری میخیزیم یکون قوتی نمیبینه که یکون ذکر کنیم یکون دویم از کار میاییم شلپر یعنی که یکون قوتی نمیبینه بله، در میفهمید این حالات ما رزق دهنده الله است. توکل به الله تعالی کنید. ساعتی کاری را کم کنید برادرای عزیز. برای نفستون جور نکنید. بعضی برادرها 12 ساعت 13 ساعت کار میکنه، با 2 ساعت براه صرف میکند، بعد میبیاد به خواب سیر نه، از نمازش لذت نه، به زن و فرزندش وقت جدا نکرده است، برای نفسش وقت جدا نکرد. این لنفسک علیک حقا، نفسی تو بر بالای خودت حق دارد. یعنی این باید خواب رود، باید غذای درست استفاده برد، و اینچنین حق همسایه، حق خویش و تبار، حق پدر و مادر، حق برادرها، حق همسر، حق مهمان، این چیزها هست. یعنی برای نفستان وقت جدا کنید. وقتی که ساعتی کاریتون رو کم میکنید ظاهرا مبلغتون کم میشد، لیکن شما برای علم، برای نماز، برای اهل و عائله، برای زیارت خویش ها وقت جدا میکنید. الله تعالی از دیگر طرف برای شما رزق میده. رزق دهنده الله است. بعضی آدم ها 1 ساعت 2 ساعت کار میکنن، 10 برابری آدمی که 20 ساعت کار میکنه پول میآورد. بنابراین کوشش کنید برادر از این قدر، یعنی شب و روز 18 ساعت 15 ساعت کار نکنید. بعضی برادرها و خواهرها یعنی فقط پول جمع کنی که تی آواره برای حق نفس رو نمیدین، باید بیماری گرفتار میشوند که همه چیزی که جمع کردن یا خانه‌ای که ساختن میفروشن، به تبابت استفاده میبرن. چه فایده از اون یعنی مهنتایی که کردید؟ بنابراین از حیات خودتان استفاده برید. و پیشین مردم نقل میکنن که از پگاهی تا بیگاهی برای نصف نان مهنت میکردیم. حالا 1 ساعت کاری در بسیاری کشورها، اقلا کشورهای کمبغل باشد، $5 است 1 ساعت کاری. و $5 چقدر چیز میدهد؟ یعنی نانی هر روزه، طعامی هر روزه مییابید. یا بگذار 5 ساعت 7 ساعت 8 ساعت کار کنید بس از این مسئله کاری. و در نمازهاتون، علل خصوص در نماز جماعت، در سجده ها از الله تعالی برکت پرسید، رزق فراخ پرسید. زیارت پدر و مادر، زیارت خویشاوندا، تعلیم دادن اهل و فرزندا، قرائت قرآن، دعا، نماز تهجد و دیگر عملهای هست. اینا سبب فیض و برکات و رحمت در خانه میشد. یعنی شما هم کم کار میکنید، هم خوشرو زندگی میکنید. بای بودن معناش این نیست که یک انسان میلیون داشته باشد یا پول زیاد داشته باشد. نه، بعضی انسان پولی کم دارد لیکن بایانه زندگی میکند. عقلش، فهمیشی درست است. بنابراین برادر عزیز، برای نفس خودتان، برای اهل و عائلتان هم جور نکنید. یا مثلا بعضی انسان فقط طعام‌های ارزان میخورد. برای چی؟ برای اینکه پول کم است گفته. بعد بیمار میشه. طعام‌های ضررآور، خمیرین، روغنین، طعام‌های یعنی که مواد غذایی سالم نیست، غذای ضرر رسان، همیشه خیلی استفاده میکنه و بیمار میشه. وقتی که بیمار شد بعد مجبور یا قرض میگیرد یا یگان چیزش میفروشد، همون پول به داروی اوکال و به دکترها صرف میکنه. شما با همون مبلغی که دارید کم باشدم، یعنی غذاهای سالم، غذاهای فایده‌ناک استفاده برید. و اینچنین به ورزش هم وقت جدا کنید تا اینکه بیمار نشوید. و انشاءالله حالی در این باره‌های از صحبت علاهیده میکنیم. اینچنین طرز سالم زندگی درست گذرانیدن، اصلا همین تمام موضوعها، تمام شریعت برای آبادانی دین و دنیای مردم آمدگی است. مقصد اساسی شریعت مردم در این دنیا هم عذاب نکشند، در حیات آخرت هم عذاب نکشند. که این دنیا که یک وسیله، یک راهگذر، پیامبر صلی الله علیه و سلم در این دنیا مثل غریب یا مثل راهگذر باش گفتن. چون که ما میریم از این دنیا، حیات ابدی، حیات جاویدانی ما رو منتظر است. اون حیات اساس است. ولی این حیات چنان استفاده برید که برای آبادانی اون حیات. در این حیات هم آدمی که علم دارد، عقل دارد، فهمیشی درست دارد، یعنی که کم به جان خود را به عذاب گرفتار نمیکنه. بنابراین
ساعت کاری را کم میکنید، نمازها و گفته های الله تعالی را اجرا میکنید، برای روحتان غذا گیرید. ما عبارت از دو چیز هستیم، از دو ماده، از دو عنصر الله تعالی آدمی را آفریده. یکی عنصر روحی آسمانی، روح انسان، دیگری عنصر زمینی، جسم انسان. اینا غذاش از زمین است، خوردن و نوشیدن و پوشیدن و خانه و این چیزا همش اصلش از زمین است. اما روح ما که اساس این دو ماده هست، چون که روح که برآمد دیگر شما میمورید. دیگر شما به جای اینکه در یک دیوانی $1000 خواب کنید، در یک قبری که در تگتان خاک خنک است خواب میکنید، در یک قبری تنگ و تاریک خواب میکنید. برای چی؟ برای اینکه روح شما برآمد، شریفترین ماده که در جسم شما بود برآمد. تنی آدمی شریف است به جانی آدمیت. همین آدم احترام میکنید، بزرگ میشمارید. یک بیمار اگر خبرگیری برید $50 به خرید کرده میرید. لیکن اصلا اگر جسمی و ماده های خیمیایی که در داخل جسمشه اگر وی جدا کرده به فروشید $3 میشه. لیکن یک ساعتی که در دست داره $1000 است، یا لباسی که داره $300 است مثلا، لیکن خودش $3 است. همون جسمش، اون همه آبروی و اعتباری او به خاطر روحش است. تنی آدمی شریف است به جانی آدمیت. همون جانش است که وی قدر داره. جان که برآمد در یک سرب سفید، اونم سربم برای نمایان نشدن عورتش از نظر مردم، یا سرب میپیچونه میبرن در خاک میمونه دیگه، تمام شرافتش قدرش تمام شد. یعنی روح اساس است این از این دو ماده. پس باید برای روح هم، اگر برای غذاتون، برای بدنتون 6 ساعت وقت جدا کنید، برای روحتون هم اقلا 6 ساعت جدا کنید. لیکن وی اصل است، اصل آدمی هست. او غذاش از آسمان است، یعنی به واسطه علم آموختن، به واسطه ذکر الله تعالی، قرائت قرآن. اون غذاش از آسمان است، چون که اون روح از آسمان آمدگی هست، نفس از زمین. حضرت آدم الله تعالی امر کرد که یعنی بعضی فرشته ها از زمین خاک گرفته روان، از پوست زمین، بنابراین آدم نامیده شدن. آدم یعنی از کلمه معناش پوست است، پوست از پوست خاک ها گرفته برد. این ماده اصلی یعنی ماده زمینیشان. اما ماده دیگریشان روحش. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. الله تعالی که وقتی که من این یعنی آدم را، هیکلش را درست کردم، در بهترین صورت آفریدم، و بعد این وقتی که برای او از روح خودم جان دادم، فقعوا له ساجدین، بعدی در آمدن جانش شما در پیشگاه آدم سجده کنید. فرشته ها با آدم سجده کردن، سری تعظیم آوردن، نه به جسمی که مادهش از زمین بود، بلکه وقتی که ماده آسمانی در آمد، یعنی روح که در آمد، بعد از آن الله تعالی آنها را امر کرد که به آدم علیه السلام سجده کنند. بنابراین برای روحتون هم وقت جدا کنید برادر عزیز. حیات خود خوشرو ترتیب دید، بیهوده نگذرانید.